مثلا شما پورتری خودتون میدادید آقای جمشیدی براتون ساک می‌زد. آقا این چه وضعشه بابا؟ دلاشیم بخور. بله دلاشید. نمیدونم این صدا سیماز یا ایکس تی وی واقعا. دکترین کنسرت. چی؟ بابا یه چی به اینا کافور بده. وضع خیلی خرابه. ولی عجب سوتی‌های سمی داره این صدا سیما. بریم یه چند تاشو با هم ببینیم. ممنون از اینکه منو گاز میگیری. زن مرد حسابی از اینکه خانمت گازت میگیره تشکر میکنه. حتما بعد اینم میگی مرسی از اینکه دندون میزنی ها. آقا بزن بعد این آبروی مردا رو برد بابا. بزن بعدی. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت است آقای گویا. آقای گوزاخه بابا حیاتی جان قربونه اون مغز سمت برم. آبرو واسه طرف نذاشتی چه؟ الان این آقای گوزا ببخش آقای گویا چطوری بره پیش خانواده و همکار سرشو بلند کنه آخه؟ سر مزوم گردنشو میگم. آره الهی بمیرم برات گویا. با بریم یه برنامه علمی ببینیم بلکه یه چیزی از این صدا سیما یاد گرفتیم. چرا ما ایرانی‌ها دوست داریم هی بمالنمون؟ خب این جهانیه جهان دوست داره بمالنمون. آخه طالبی این مجری میگم اسمش طالبی. آره قربونت برم طالبی. آخه قبل سوال یه خورده فیچ کن. یه موز بخور فیچت را بیافته واسه کمرت هم خوبه. آره بابا یعنی من کن اشکال نداره. تقصیر منه که حرکت کرد. ولی وضع دکورای صدا سیما هم خیلی داغونه ها. انقلابی حمایت میکردن ولی بله رفتید صدا سیما مواظب باشید یه چیزیتون میشه نجید نگفتم. تبریک میگم همچنین به بینندگان خوب برنامه. در دوره‌های مختلف صندلی پایش شکست. ولی آخرش من نفهمیدم این خانم مجری چی گفت. مثلا شما پورتری خودتون میدادید آقای جمشیدی براتون ساک می‌زد. رو نون مثلا. بعد میرفتی باش نون می‌خوای. فکر کن. عرضم به حضور شما که این خانم مجری همون چیزی که من شنیدم رو گفت یا ذهن منم سمی شده من نمیدونم. توی کامنت ها حتما بنویسین که شما چی شنیدید. آره لایک هم بزنید انرژی بگیریم بریم سراغ ویدیو بعدی. بلند نکنید. نه بلند نکنید. میتونید نیاتون رو هم بزنید هر کاری دلاشیم بخور. بله دلاشید. حالا اون قبلی رو بگیم اشتباه شنیداری بود. ولی این دیگه چی؟ اینم آیا اشتباه دیداریه؟ واقعا میشه آیا؟ خب طبیعتا هر کس زودتر موفق بشه به پایان برسونه برنده خواهد بود. 46 ثانیه از زمان تو باقی مونده. دیگه نمیاد یخه. ما داریم کجا میریم؟ آقا بزنم یه برنامه کودک ببینیم مجرای اونا باز با ادب‌ترن. آره بابا دکترین کنسرت. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. خب بریم یه ویدیو دیگه ببینیم برنامه علدایی و عادل فردوسپور. بریم. طبیعیه یعنی چی طبیعیه؟ من شما رو مگه خودتون پرسیدم مگه آفساید حسین کعبی نبود الان دقیقه 87 چند تا خط دیگه هم بود که مثلا شما ببخشید در بیاریم من باهاتون بله آیدای قربونت برم یه خورده این صراحت لحظتو کم کن سنه قربان. ما یه اسطوره بیشتر نداریم یه آقای گل بیشتر نداریم چه والله. ولی یادش بخیر این برنامه 90 عادل فردوسپور هم کم نداشت. قبلا با مربی بارسا بوده. قبلا مگه نبودی؟ ولی حیف چه عادل رفته و الان آبش به میثاقی رسیده. بله ببینید ما یه چکی رو مثلا از آقای میثاقی گرفتیم بازیکن ما بوده دادیم به آقا منو مثال نزنید خواهشاً. تو ویدیوهای بعدی بقیه سوتی‌های سمی صدا سیما و چیزهای دیگه رو واسهتون نشون میدیم. حتما این سابسکرایب رو بزنید، لایک هم بزنید، کامنت هم بزنید، همه کار بکنید دیگه. آفرین. ویدیوهای قبلی منم ببینید. خیلی ممنونم. متشکر. تا ویدیوی بعدی تا درودی دیگر بدرود.